یک قومی که خدا را هیچ نمی شناسد. آنها بر سرزمین ما عیسایی ها حمله کردند. آنها جاهای مقدس ما عیسایی ها و محراب های مقدس ما را با کارهای بدشان نابود کردند. این مردم عیسایی ها را قتل می کنند و خانم ها را آنقدر توهین می کنند که من چی آن را ذکر کنم؟ یعنی ذکر کردن آن هم گناه است. در این باره خوب است که شما خودتان بفهمید و من خاموش باشم. دوستها، این همان الفاظ هست که کاتولیک پاپ اربن دوم در سال 1095 در شهر کلرمنت در فرانسه پیش یک جماعت بزرگ گفته بود. او میخواست این را ثابت کند که در مشرق وسطا بالای عیسایی ها خیلی ظلم می شود. برای علاوه از این بر اروپایی ها و بر مسیحی هایی که در بیت المقدس زندگی می کردند خیلی بدرفتاری با همراه آنها می شود. او میخواست همین الفاظ را برای مردم بفهماند. با وجود اینکه تمام اینها یک حکایت خود ساخته بود، در مشرق وسطا و بالخصوص در بیت المقدس اینقدر بدرفتاری نمیشد آنقدر که این میگوید. در آنجا مسلمان ها با همراه مسیحی ها یک جای زندگی میکردند. اما این تقریر خود ساخته کاتولیک پاپ در دل تمام اروپایی ها یک آتش را انداخت. بعد از چند مدت بیشتر از 100,000 مردها و زنها و بچه ها با اراده این که بیت المقدس را از مسلمان ها بگیرند حرکت کردند به طرف اروپا. این شروع یک جنگ خونی بود، چون که خرابکاری این جنگ مشرق وسطا را در مدت 200 سال در قبضه خود گرفته بود. این جنگ ها سبب چنان تراژدی هایی شد، آن تراژدی هایی که اگر امروز هم داستان آن را شنیده شود بوی بدن انسان ایستاد می شود. این جنگ ها را به نام جنگ های کروسیدز یا به نام جنگ های صلیبی یاد کرده می شود. این جنگ ها میدلیست یعنی مشرق وسطا را چطور بدل کرده ماند. من هستم فیصل ورایج و در قسمت جدید رازهای ماندگار تاریخ جنگ کروسیدز و جنگ صلیبی همین ها را ما برای شما در قسمت اول نشان می دهیم. دوستهای عزیز، جنگ های صلیبی در سال 1071 در جنگ های منزیکرت اساس گذاری شدند. در این جنگ سلطان سلجوقی ها یعنی آلپ ارسلان سرزمین مشرق روم یعنی سرزمین بازنطینیا را شکست داده بود. بعد از این جنگ در مدت 20 بهار یعنی 20 سال مرزهای سلجوقی ها در مشرق تا آسیای میانه و در مغرب تا قسطنطنیه یعنی تا استانبول امروز رسیده بود و در جنوب هم مرز اینها به مرز مصر رسیده بود و در مصر در آن زمان خلافت فاطمی قائم بود. بیت المقدس هم زیر دست سلجوقی ها بود. با وجود اینکه عباسیان هم زیر سایه سلجوقی ها دبدبه خلافت خودشان را قائم نگه داشته بود و همین طور شهر قسطنطنیه بین اروپا و بین سلجوقی ها به شکل آخرین دیوار قرار گرفته بود. الکسیس اول شاهنشاه روم او به این فکر میکرد که اگر سلجوقی ها را شکست داده نشود با همراه قسطنطنیه تمام مشرق روم را ختم خواهد کرد. چنانچه او نماینده خود را نزد پاپ اربن دوم به خاطر کمک فرستاد. پاپ اربن دوم قبل از این تمام تلاش خود را میکرد که اروپا را زیر دست خود بگیرد. باز در همین طور در درخواست الکسیس برای او یک فایده بزرگ معلوم شد. او فکر کرد که اگر اروپایی ها را مقابل مسلمانان بالا کرده و به قهر آورده یک جنگ مقدس را شروع بکند، قدرت او و ملت او در اروپا مضبوط می شود. چنانچه او با الکسیس فیصله کرد که یک جای شود. باز او سال 1095 یعنی 1095 یک دوره به فرانسه رفت. اینجا در ماه نوامبر در شهر کلرمنت صدارت یک جلسه مذهبی را کرد. در اختتام جلسه او اعلام کرد که به طور شخصی با همراه مردم‌های عام گفتگو می‌کند. حالا اتفاق را ببینید که کلرمنت همان شهری هست که در آن آتشفشان وجود هست. پاپ در این خطاب خود این جماعت را برخلاف مسلمانان خوب جذباتی کرد. او کدام الفاظی را که ذکر کرده البته شما در شروع ویدیو فهمیدید، لیکن برای علاوه از این در این تقریر خود با همراه موجود بودن کمک شاهنشاه روم یک هدف دیگر را برای صلیبی ها مشخص کرد. او اعلان کرد که مقصد جنگ گرفتن یروشلم یعنی گرفتن بیت المقدس از دست مسلمان ها است. دوستها، در اینجا برای شما بگوییم این اصطلاح پاپ جنگ صلیبی ها را ایجاد نکرده بود. این اصطلاح پاپ یک قرن یعنی 100 سال بعد از جنگ صلیبی ها بود.
پاپ اربن دوم صلیبی ها را به نام آرم پیلگرمز یعنی مسلح ظاهرین گفته بود. یعنی هر انسانی که در بیت المقدس به خاطر قبضه کردن می رفت او را جنگجو نمی گفت، بلکه او می گفت که اونها به خاطر زیارت کردن در یک جای مقدس می رود. اونها به خاطر همین کار می رود، یعنی اونها به حیث یک فاتح آن مقام ها را زیارت می کند. این خواب و خیال اونها بود. پاپ این را هم اعلان کرد هر کسی که به طرف آنها به خاطر جنگ می رود تمام گناه آنها بخشیده می شود. برای آنها در آخرت جنت الفردوس نصیب می شود. این اعلان ها و این خوشخبری های جنت در تمام اروپا مشهور شد. پاپ خودش هم در تمام علاقه های فرانسه به خاطر جمع کردن لشکر دور می زد. منصوبه اونها این بود لشکر صلیبی ها اول از اروپا به قسطنطنیه می روند، لشکر روم را گرفته به آن طرفی آبنای باسفوروس بالای سلطنت سلجوقی ها حمله می کنند. باز آنها از ترکیه امروزی گذشته و از کناری بحر مدیترانه‌ای آمده بالای بیت المقدس حمله می کنند. باز اینطوری بود که سال 1100 یعنی در آخر قرن 11 پاپ و طرفدارانش با تمام جوش و جذبات به خاطر جنگ با همراه مسلمان ها لشکر خودشان را زیاد کردن گرفت. پاپ به خاطر شروع کردن جنگ صلیبی ها تاریخ 15 اگست را تعیین کرد. یعنی در این تاریخ تمام لشکر اروپایی ها رخ خودشان را به طرف قسطنطنیه می کردند. لیکن چند ماه قبل از این تاریخ یک شخص دیگر که به مثل پاپ عیسایی مذهب بود لشکر خودش را گرفته به خاطر جنگ حرکت کرده بود. این شخص را در تاریخ پیتر د هرمیت می گویند. هرمیت آن شخصی را گفته می شود که تنها ولا تعلق از دنیا باشد و این مهمجویی این را در تاریخ به نام پیپلز کروسیرز یا به نام جنگ عوام صلیبی ها یاد می شود. کی بود این شخص؟ پیتر د هرمیت یک پادری از فرانسه بود و یک متعلق مشهور به او بود که او به بیت المقدس رفته و آن ظلمی که مسلمان ها بالای عیسایی ها میکردند او را با چشم های خودش دیده آمده بود و یک روز او در دوران مقیمش در همان جای در کلیسای دهولی سپلوکر خواب بود و در حالت خواب خود پیتر د هرمیت خواب دید که حضرت عیسی علیه السلام برای او حکم میداد پیتر برو بیت المقدس را از نزد مسلمان ها آزاد بکن. این خواب خیلی مشهور شد، اما لیکن گفته شده که در هیچ جایی ثابت نشده که هرمیت در بیت المقدس رفته باشد. این قصه به هر حال روایتی و جذباتی بود. باز به ذریعه همین قصه پیتر بسیار از عوام ها را طرفدار خودش کرد و بسیار از دست های او مردم های فقیر و عیسایی های فقیر بود. تعداد اینها در بین 20 تا 30 هزار بودند و به همین جهت اینها را پیپلز کروسیرز میگویند، چون که اینها مردم های عام بودند. پیتر د هرمیت قبل از پاپ لشکر عوامی خود را گرفته از فرانسه به طرف قسطنطنیه حرکت کردند. این لشکر به محض رسیدن به قسطنطنیه به خاطر جنگ با همراه مسلمان ها صبر نکردند. اینها قبل از رسیدن به قسطنطنیه در اروپا برخلاف حریف روایتی و مذهبی عیسایی ها یعنی برخلاف یهودی ها جنگ را شروع کردند و طرفدارهای پیتر در جرمنی خیلی قتل عام کردند و آبادی آنها را نیست و نابود کردند و بسیاری از یهودی ها را به زور به مذهب بدل کردن مجبور کردند. وقتی که آنها در هنگری رسیدند، در هنگری هم این لشکر بسیار خرابکاری کردند و چند بار همراه لشکر هنگری ها جنگ هم کردند. در این جنگ ها از هر دو طرف هزاران نفر کشته شدند. با وجود اینکه هنگری ها یهودی نبودند بلکه عیسایی بودند، لیکن ظلم و ستم را ببینید. جنگجویانی به نام صلیبی با برادر و نفرهای خودشان مقابله می‌کردند. در آخر ماه جولای این لشکرهای باقی مانده ای که بسیاری از اینها در هنگری کشته شده بودند به قسطنطنیه رسیدند، یعنی در سلطنت مشرق روم، و در اینجا اینها می‌خواستند آبنای باسفوروس یعنی پل کوچک همین بحر را عبور کنند و آن طرف پل سلطنت سلجوقی ها بود که می‌خواستند در آنجا داخل شوند. شهروندان قسطنطنیه دروازه شهرشان را برای لشکر هرمیت باز کردند، لیکن این لشکر در اینجا هم بسیار هنگامه ایستاد کردند. البته در آخر پیتر د هرمیت با الکسیس اول یک ملاقات کرد و بعد از آن به اندازه کافی امن و سکون قائم شد. الکسیس اول به زودی میخواست از پیتر د هرمیت خودش را خلاص کند. الکسیس اول لشکرهای پیتر را با همراه کشتی از آبنای باسفوروس سیر کرد و حالا این لشکر در سرزمین سلجوقی ها داخل شده بودند. در اینجا برای شما بگوییم وقتی که لشکر صلیبی ها در سرزمین سلجوقی ها داخل شدند،
سرزمینی با آن بزرگی سلطنت سلجوقی ها و بسیار از ریاست های بزرگ و کوچک تقسیم شده بود. سلطنت سلجوقی ها ترکیه امروزی را در آن زمان سلجوقان روم می گفتند و پایتخت این نیکیا بود و حالا آن را ازنیک گفته می شود. با واسطه فوری لشکری صلیبی ها با همراه سلطنت سلجوقان روم شد که حکمران آن کلج ارسلان 18 یا 19 ساله بود. دوستهای عزیز، لشکرهای پیتر در سلطنت سلجوقان روم هم همان کار را کردند که در اروپا کرده بود، یعنی در اینجا هم در مختلف آبادی ها حمله و خرابکاری کرده و بازار قتل عام را گرم کردن گرفتند. قصه ظلم آنها دل را تکان می دهد. مختصر دوستها برای شما بگوییم، تاریخ جویان نوشته می کنند که اینها بچه ها را با شمشیرشان قتل می کردند، حتی که بسیاری از بچه ها را در داخل غارهایی که پر از آتش بود می انداختند. حوصله صلیبی ها آنقدر زیاد شده بود که اینها در اطراف نیکیا هم خرابکاری را شروع کردند. آنها بسیار از قلعه های کوچک سلجوقی ها را هم قبضه کرده بودند. با این کارهای ناپسند اینها سلجوقی های ترک هم خاموش ایستاد شده نمی توانست. آنها در مشرق نیکیا یک لشکر بزرگ صلیبی ها را در یک قلعه‌ای که صلیبی ها در آنجا ایستاد شده بودند محاصره کردند. تمام آبهای صلیبی ها ختم شد. گفته شده است که این صلیبی ها از دست تشنگی آنقدر بیحال شدند که آنها اسبها و چهارپاهایشان را کشته خون آنها را می نوشیدند، لیکن معلوم است که خون برای آنها ناکافی بود. حیوانها هم ختم شدند و به خاطر نوشیدن آب هم نماند و خون هم نماند. و حالا مزاحمت صلیبی ها شکست خوردن گرفت. لشکر سلجوقی ها در قلعه داخل شدند. تمام صلیبی ها یا کشته شدند یا غلام شدند. یک حصه دیگری از لشکر صلیبی ها که در یک قلعه دیگر در کویتاب بودند که از مغرب نیکیا بسیار دور بود. حکمران صلیبی ها پیتر دهرمید به خاطر حاصل کردن لشکر نزد شاهنشاه روم در قسطنطنیه رفته بود و در غیر موجود بودن او خبری ختم شدن دوستهایشان از دست سلجوقی ها برای لشکرهایی که در قلعه بود رسید. اینها به خاطر انتقام گرفتن بیتاب شدند و در آتش انتقام گرفتن فرو رفتند. اینها برنامه ریزی کردند که به تنهایی در پایتخت نیکیا حمله کنند. 21 اکتبر سال 1096 به غیر از حکمران خود به خاطر حمله کردن حرکت کردند. لیکن سلجوقی ها اراده آنها را از قبل فهمیده قبل از اینها به کوههای بین نیکیا و کویتات جای گرفته بودند. اونها به امر کلج ارسلان نوجوان یک باری بالای صلیبی ها حمله کردند و لشکری صلیبی ها را ختم کردند. با همراه ختم شدن این لشکر در بین 2.5 ماه پیپلز کروسید به انجام خود رسیدند. در این جنگ مسلمان ها برنده شدند و قهرمان این جنگ سلطان کلج ارسلان نوجوان شد. او در این عمر کم یک فتح بزرگ را حاصل کرده بود. پیپلز کروسید خود فقط یک تریلر بود. این حمله کننده ها زیاد تربیت یافته هم نبود و به همین جهت به آسانی شکست خوردند. لیکن بعد از اینها زیاد منظم و زیاد تربیت یافته لشکرها آمده رایسته بودند و این همان لشکرهایی بود که اصل جنگ مسلمان ها با همراهی صلیبی ها شروع می شد.